در مورد مهمان نوازیش، زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میاد در خانه، برش بار اول وحی میاد، رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیفهمه که چی حالت شده. برای همسر خود خدیجه وقتی حالت خود توضیح میده، همسرش خدیجه که واقعا زن زیرک و هوشیار است رضی الله عنها چی میگه؟ میگه الله متعال تو را خوار نمیکنه، به خاطر اینی صفات نیک را داری. تو میگه با مظلوم شفقت داری، تو مهمان را گرامی میداری. قبل از اینکه به پیامبری مبعوث شوه، اینمی صفات بارز اخلاقی در شخصیت پیامبر به حدی بود که تصور این را زنش نمیکنه که این تو یک انسانی را هم الله متعال ذلیل بگردانه. اینطور اخلاق داشت رسول الله صلی الله علیه و سلم. در مورد امانت داریش مشهور است. زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از چنگ مشرکین مکه به مدینه هجرت میکنه، همین مشرکینی که پیامبر را تصمیم قتلش دارن در مورد امانت داریش به حد مطمئنن که گرانبهاترین مالهاش پیش از همین نفر است. این تو یک شخصیتی بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم از مکه فرار میکنه برای از اینکه تصمیم قتلش دارن، اما اینمی مردم گرانبهاترین مالهایشان پیش کی بود؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. اینطور یک انسان امانت داری بود. مهربانی و عطوفت پیامبر صلی الله علیه و سلم. در مورد سرسخت ترین دشمنای چی رقم کار کرده؟ مشهور است سفر طائف رسول الله صلی الله علیه و سلم که به بسیار شکل اهانت آمیز و به بسیار شکل فجیعانه و ظالمانه رسول الله صلی الله علیه و سلم را مردم از طائف میکشند، در حالی که همه وجود مبارکش زخم برداشته و حتی کفش‌های مبارکش از خون پر شده. در این حالت جبریل با ملائکه های مسئول کوه میآید، میگه که یا رسول الله تو اگر اجازه بدی که اینمی کوره سر طائف، سر مردم طائف است، نمیشه سر مردم مکه بیغم شه. رسول الله صلی الله علیه و سلم چقدر انسان مهربان است، چقدر انسان مهربان است. میگه من امیدوارم در نسل اینا کسانی بیاین که الله را خالصانه عبادت بکنن. اینطور یک انسان مهربانی بوده. صله رحمش با سرسخت ترین دشمنش، رسول الله صلی الله علیه و سلم را صله رحم خود را ادا می‌کرد. با سرسخت ترین دشمنش مشهور بود، حتی با یهودی ها. یکی از داستان‌های مسلمان شدن یک جوان یهودی هم است که سخت مریض است، رسول الله صلی الله علیه و سلم به عیادتش میره. در دشمنی هیچ کسی با مثل مشرکین، مثل یهودی ها با مسلمان ها در دشمنی سرسخت نیست. وقتی در اونجا میره، امی کار رسول الله صلی الله علیه و سلم باعث میشه در اونجا رسول الله صلی الله علیه و سلم سر بستر مریضی که در بستر مرگ است، پیامبر صلی الله علیه و سلم رو دعوت به اسلام میکنه. این بچه به طرف پدر خود نگاه میکنه. پدرش به خاطر تحت تاثیر شخصیت اخلاقی پیامبر قرار گرفته، اشاره میکنه، میگه هرچی که پیامبر میگه بگو. این اخلاق پیامبر بود که تاثیر سر یهودی که سرسخت ترین دشمن پیامبر صلی الله علیه و سلم داشت و جوان در امو بستر مرگ خود مسلمان میشه و الله متعال باعث میشه که این صله رحم بودن پیامبر صلی الله علیه و سلم اونمو جوان را از عذاب همیشگی جهنم نجات